سلام به همه شما عاشقان تاریخ ایران. امروز قراره با هم بریم به گذشته، به هزاران سال پیش، جایی که شاهانی بر این سرزمین حکومت کردند که هر کدومشون نقش مهمی در ساختن تاریخ و هویت ما داشتن. شاهانی که بعضیا با شمشیرشون، بعضیا با عدالتشون و بعضیا با تدبیر و نوسازی ایران رو به شکوه رسوندن. اما فقط تعداد کمی از اونها تونستن اثر ماندگار بذارن. آثاری که هنوز بعد از قرنها ما دربارشون حرف میزنیم. در این ویدیو با 6 تا از بهترین شاههای تاریخ ایران آشنا میشیم. بریم تا ببینیم هر کدوم چه کردند و چرا هنوز در یاد مردم ایران ماندگارند. کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، یکی از چهره‌های درخشان تاریخ جهانه. در قرن ششم پیش از میلاد، زمانی که ظلم و جنگ در سراسر خاورمیانه جریان داشت، کوروش امپراتوری ساخت که بر پایه عدالت و احترام به انسانها بود. وقتی بابل رو فتح کرد، به جای ویرانی و کشتار، اسیران رو آزاد کرد و معابد رو بازسازی کرد. او با پادشاهان شکست خورده با احترام رفتار کرد. رفتاری که در اون زمان بی سابقه بود. او منشوری صادر کرد که امروز به عنوان منشور حقوق بشر شناخته میشه. در این منشور نوشته شده بود که هر کس حق داره آزادانه زندگی کنه، دین خودش رو داشته باشه و از آزادی برخوردار باشه. امپراتوری کوروش از رود سند تا مدیترانه گسترده بود. اما چیزی که او رو بزرگ کرد، قلب مهربان و اندیشه انسانیش بود، نه فقط شمشیرش. بعد از کوروش، داریوش به قدرت رسید. شاهی که ایران رو از یک امپراتوری بزرگ به یک نظام منظم و قانونمند تبدیل کرد. داریوش کشور رو به 23 استان تقسیم کرد که بهشون میگفتند ساتراپ. برای هر استان والی و قوانین مشخص گذاشت تا همه چیز تحت کنترل باشه. او جاده‌ای ساخت که بهش میگفتند جاده شاهی، از شوش تا سارد در ترکیه امروز تا ارتباط سریع برقرار بشه. داریوش همچنین سکه طلایی به نام دریک ضرب کرد که باعث رونق تجارت شد. بناهای باشکوهی مثل تخت جمشید در زمان او ساخته شد. نماد قدرت، شکوه و نظم ایران باستان. داریوش با نظم و برنامه ریزی ایران رو به ابرقدرت اقتصادی و سیاسی جهان باستان تبدیل کرد. میرسیم به دوران ساسانیان. در قرن ششم میلادی شاهی به نام خسرو انوشیروان به تخت نشست. شاهی که در تاریخ با لقب دادگر یا عادل شناخته میشه. انوشیروان اصلاحات زیادی انجام داد. سیستم مالیاتی منصفانه، ساماندهی زمینها و توجه به آموزش و فلسفه. او از دانشمندان حمایت می‌کرد و مدرسه جندیشاپور رو به مرکز علم و پزشکی تبدیل کرد. در زمان او ایران یکی از مراکز مهم علمی جهان بود. مردم او را به خاطر عدالتش دوست داشتند، تا جایی که هنوز هم در ادبیات فارسی نام او نماد عدالت است. در قرن 20 رضاشاه با هدف نوسازی ایران به قدرت رسید. او کشور را از هرج و مرج ایلات و خانسالاری بیرون آورد و دولت مرکزی نیرومندی ساخت. رضاشاه ارتش مدرن تشکیل داد. آموزش اجباری و مدارس جدید را برقرار کرد. دانشگاه تهران را تأسیس کرد و راهن سراسری را ساخت. او قوانین نوین آورد، لباس رسمی را تغییر داد و تلاش کرد چهره ایران را مدرن کند. با وجود انتقادهایی نسبت به سختگیری‌هایش، رضاشاه را باید پدر ایران نوین دانست.